سلام بینندگان عزیز، برنامه اخبار آزادی با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. عبدالله اشرف هستم همراهتان. حالا توجه کنید به سرخط موضوعهای برنامه امروز دوشنبه 3 اوگوست. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید از 2 حمله تحریزی کرده تروریستان پیشگیری کرد. پس از مناقشه یک مهاجر کاری با پاسبان در بازار تیاپلیستان در شهر مسکو، همه مهاجران کاری تاجیک مورد هدف پلیس قرار گرفتند. پاندمی کرونا ویروس حج امساله در عربستان سعودی و تجلیل عید قربان را در تاجیکستان محدود کرد. مقامات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفتند که در نیم سال گذشته از 2 حمله به گفته آنها تروریستی پیشگیری کردند. شادی حفیظزاده، سردار ریاستی مبارزه با جنایت‌های متشکل، امروز در نشست خبری در شهر دوشنبه در این رابطه خبر داد. به گفته مقامات هر 2 حمله را پیروانی به نام دولت اسلامی سازمانی در تاجیکستان ممنوع تحریزی کرده بودند. تفصیلات موضوع در گزارش همکارم سروینازی روح‌الله. مقامات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفتند در نیم سال گذشته از 2 حمله به گفته آنها تروریستی پیشگیری کردند. در نشست خبری این نهاد گفته شد هر 2 حمله را جانبداران گروه تندروی دولت اسلامی طرحریزی کرده بودند. هر 2 حملات تروریستی از جانب اعضای تشکیلات تروریستی اکستریمیستی دولت اسلامی به نقشه گرفته بودند و در مرحله عملی شوی پیشگیری کرده شدند. هر دوشان باشد برخلاف فرماندهان مقامات کارهای داخلی روانه شده بود. یکی آنها نسبت دقیق کردگی ناحیه شهرینه و منطقه نویه رشت. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان همچنین از آشکار شدن 875 جنایت خصوصیت تروریستی و اکستریمیستی داشته خبر داد. شادی حفیظزاده، سردار ریاست مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته این وزارت گفت در نیم سال بیش از 200 عضو سازمان‌های تروریستی و افراطگرا را دستگیر کردند. و شمار افرادی دستگیر شده را چنین برشمرد. از این شماره 203 نفر اعضای تشکیلات تروریستی اکستریمیستی برادران مسلمان، 27 نفر اعضای تشکیلات تروریستی اکستریمیستی دولت اسلامی، 17 نفر سلفیه، 8 نفر جماعت انصارالله، 4 نفر گروه 24، 3 نفر حزب نهضت اسلام، 3 نفر القاعده، 2 نفر حزب التحریر، 1 نفر حرکت اسلامی ازبکستان، 1 نفر اعضای طالبان و 1 نفر اعضای جماعت تبلیغ دستگیر و به جنایتی جلب کرده شد. نظر متهمان و پیوندان و وکیلان دفاع آنها معلوم نیست. مقامات در گذشته نوار بعضی از بازداشت‌شده‌ها و ابراز پشیمانی آنها را در تلویزیون‌های دولتی پخش کردند، اما معلوم نیست آن تحت چه شرایط ثبت شده است. سازمان‌های حامی حقوق انسان سال‌های اخیر تاجیکستان را برای آن تنقید می‌کنند که با بهانه مبارزه با تروریسم و افراطگرایی آزادی‌های سیاسی و مذهبی را در کشور محدود می‌کند. انتقادی که مقامات آن را قبول ندارند. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن، فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. در شهر مسکو در بازار نزد ایستگاه مترو تیاپلیستان نیروهای پلیس 2 روز باز 10 مهاجر کاری تاجیک را بازداشت می‌کنند. بازداشت مهاجران کاری پس از آن رخ داد که کارمندان پلیس مسکو نتوانستند یک شهروند تاجیکستان را که با پاسبان بازار جنجال کرده بود بازداشت کنند. در شبکه‌های اجتماعی یک پارچه نوار نشر شده است که دیده می‌شود یک گروه مهاجران تاجیک همدیارانشان را که در دستش زولانه است از ماشین پلیس بیرون می‌کشند و نمی‌گذارند پلیس او را با خود ببرد. همکارم میرزانبی خالقزاد این موضوع را پیگیری داشت و حالا با ما در استودیو قرار دارد. میرزانبی، حالا وضع مهاجران تاجیک در بازار تیاپلیستان چگونه است و تقدیر آنهایی که بازداشت شدند چی شد؟ سلام عبدالله جان، تشکر. پس از حادثه روز 1 اوگوست که نافهمی میان یک مهاجر با پاسبان همین بازار باعث دعوت شدن نیروهای پلیس شد، هر روز در این بازار رید و یا به اصطلاح شکار مهاجران کاری ادامه دارد.
کارمندان پلیس به بازار آمده گروه مهاجران را بازداشت و به اداره‌های پلیس میبرند. مهاجران میگویند فرقی ندارد که شخص در این ماجرا شرکت داشت و یا نه. پلیس همه را بازداشت میکند. از این رو قسمی از مهاجران تاجیک که در این بازار به تجارت مشغول هستند بنابر خف بازداشت شدن از سوی پلیس به جای کارشان حاضر نمیشوند. پلیس مسکوی آن منطقه یعنی در همون شهرک تیوپلیستان ریدها گذرانده ایستاده است. زیرا چون تجربه نشان داد اگر یگان شهروند خارجی متهم به یگان گناه باشد حتما پلیس روس از آنها رید میگذرانند علیه شهروندان آن کشور. اما سفیر تاجیکستان امام‌الدین ستاری در صحبت با رادیو آزادی روز 3 اوگوست گفت ما همه نوارها را دسترس کردیم و در آن دیدیم که به کارمندان پلیس حمله صورت میگیرد و وابسته به این حادثه پرونده باز می شود و سفارت قضیه را تحت نظارت قرار داده است. جناب سفیر افزود در نوارهای ویدیویی جریان حادثه پوره مشاهده کرده می شود. بر اساس تفتیشات پیشکی که ادامه دارد 2 شهروند تاجیکستان بازداشت شدند و به هر حال منتظر نتیجه این تفتیشات هستند. اداره پلیس در حال حاضر مشغول این حادثه است. عبدالله ببینید میرزا که این قضیه خیلی زود توجه حامیان حقوق را جلب کرد و برخی از آنها در جریان واقعه رخ داده هستند. میرزا حامیان حقوق در این رابطه چی میگویند؟ بله عبدالله، در صحبت‌هایی که با حامیان حقوق داشتیم میگویند نماینده آنها در بازار نزد تیوپلیستان قرار دارند و حادثه را بازجویی دارند. از جمله والنتینا چوپیک حامی حقوق مهاجران در مسکو به رادیو آزادی گفت یک فروشنده مغازه با پاسبان دغل گفتاری کرده است. پاسبان پدر خود را دعوت کرده است که در پلیس کار میکند. پاسبان رفتاری غیر قانونی کرده است چون میبایست او پلیس را دعوت کند نه پدرش را. Они находились как в отделе. مهاجران را بازداشت کرده به اداره های پلیس تیوپلیستان و کمونارکا بردهاند. هر کدام را برای اطاعت نکردن به امر پلیس 1000 روبل روسی جریمه بستند. من به آنها گفتم امروز نزد من آیید، برای بیکار کردن این جریمه کمک میکنم. اما به گمان است که آنها بیایند چون که همه ترسویند. بیننده ارجمند رادیو آزادی این قضیه را پیگیری دارد و در برنامه‌های بعدی درباره جزئیات آن صحبت خواهیم کرد. روز یکشنبه 2 آگوست زائران کمشمار از سنگزنی شیطان رمزی در وادی مینا تکمیل نموده به مکه برگشتند. سپس آنها با نگاهداشت مسافه‌گیری اجتماعی طواف کعبه نموده مراسم امساله حج را به انجام رسانیدند. هر سال در مراسم حج نزدیک به 2.5 میلیون مسلمان اشتراک می‌کند، ولی امسال پاندمی کرونا ویروس و چاره‌های امنیتی مربوط به آن باعث شدند که به حج امساله همگی 10,000 نفر راه یابد. مقامات عربستان سعودی قبل از حج و بعد ادای آن زائران را از معاینه طبی گذراندند. بر علاوه حاجیان مجبور بودند که در جریان بود و باش در مکه و مدینه و به ویژه روزهای عید قربان نقاب پوشند. امسال در تاجیکستان هم تجلیل عید قربان با نظرداشت پاندمی کرونا ویروس میبایست بدون نماز دست جمعی، عیدانه، عیدگردک و ضیافت‌های بزرگ دایر شود. خبرنگاران تلویزیونی نستایش وریم در این باره گزارش تهیه کردند که همکارم طاهری سفر آن را پیشکش می‌کند. مسلمانان در تاجیکستان عادتاً پس از نماز دست جمعی عید قربان به آرامگاه‌ها رفته در سر قبر نزدیکانشان دعا و فاتحه می‌خوانند. امسال بنابر سرعت کرونا ویروس در مسجدها نماز عید قربان دایر نشد، اما زیارت قبر نزدیکان ممنوع نیست و از این رو در دوام 3 روز عید در این آرامگاه شهر دوشنبه مثل هر ساله زائران زیاد بودند. در عرفه عید روحانیان از ساکنان دعوت کرده بودند که قبل از عید قربان به آرامگاه روند تا در روز عید در آنجا مردم زیاد جمع نآیند. اما با وجود این در روز عید ساکنان زیاد به آرامگاه آمدند چون این عادت برای ساکنان مقدس است. ما مسجد نرفتیم، خانه به خوندیم و یا نمازمون من برای کسلی کرونا ویروس من میمونی با نرفتیم. من امروز اومدیم، من زیارت کرده ایستادیم
учаму отаму хештаворова назди шавҳарам мебиём ана 16 сол шуд кӯдако сар омадан конфет панфет як чи додем ба ҳамин тамом кӯдако дар хона шитагиан карантинка ҳозир мо ҳам аз зиёрат мекунем мерем. бинобар пандемияи коронавирус бисёре аз сокинони тоҷикистон иди қурбонро дар хонаҳояшон таҷлил карданд, аммо буданд онҳое ки ба аёдати наздикон рафтанд. ҳозир ба хона меравем идро давом медиҳем хонаи хештаворо мерем дуо мехонем тамом. ба гуфтаи мақомоти расмӣ сирояти коронавирус ба сокинон ба тадриҷ коҳиш ёфтааст. ҳар рӯз дар тоҷикистон на бештар аз 40-50 ҳолати сирояти шаҳрвандон ба бемории ҳамагири COVID-19 сабт мешавад. то ин дам аз коронавирус 61 нафар ҷон бохтанд. дар қиёс ба омори кишварҳои ҳамсоя омори маргумир ва сироят дар тоҷикистон кам аст. бинобар ин хавфи сокинон аз сироят ёфтан ба беморӣ кам аст. дар ин росто дар оҷонси омор гуфтанд ки маргумири сокинон дар тоҷикистон ба фарқ аз соли гузашта 11% бештар шудааст. ба ибораи дигар шумори фавтидагон 1500 нафар бештар шудааст. мақомот иддао доранд афзоиши фавт гӯё ба коронавирус рабте надорад, аммо با این وجود مسئولان اعتراف میکنند که اکثر فوتیدگان بیماری راههای نفس داشتند. خدمات گمرکی تاجیکستان در پی سنجش و یا اتستاتسیا دهها کارمندش را از کار آزاد کرده گروه را با وظیفه‌های پایین‌تر تعیین کرده است. ارزیابی سطح کسبی کارمندان بعد از انتقاد پرزیدنت از کار مأموران گمرک در ماه می سال 2019 آغاز شد. در این پی برخی از کارمندان آزاد شده از وظیفه به دادگاه شکایت کرده از کار رانده شدنشان را بی اساس خوانده بودند. تفصیلات بیشتر در گزارش همکارم امردین اولیموف. خدمات گمرکی تاجیکستان در پی سنجش سطح کسبی دهها کارمندش را از کار آزاد کرده گروهی را با وظیفه‌های پایین‌تر تعیین کرده است. خورشید کریمزاده رهبر خدمات گمرک ضمن نشست خبری در دوشنبه گفت بعد امتحان 118 کارمند را از کار آزاد کردند و 36 نفر با وظیفه‌های پست‌تر تعیین شدند. مثلا در یک ریاست منطقه گمرکی در سودان است 3 تا سردار دیدبانگاه گمرکی بگیم با وظیفه پست‌تر تشکیل داده شدند. خدمات گمرک یکی از نهادهای مهم برای پر کردن بودجه تاجیکستان است. کارشناسان میگویند هر قدر کار در این بخش شفاف صورت گیرد، همان اندازه بودجه فایده می‌بیند. خورشید کریمزاده همچنین تعریف کرد که داوطلبان کار در اساس آزمون که در 3 دوره برگزار می‌گردد و از روی کسبیت قبول می‌شوند. ما حتی این همین آخران آزمونی که گذراندیم 69 واحد کاری خالی اعلام کرده بودیم، ما همین پر کرده نتونستیم. اتستاتسیا در ریاست‌های خدمات گمرکی تاجیکستان بعد از انتقاد پرزیدنت از کار ماموران گمرک و سوء استفاده از مقام‌هایشان در ماه می سال گذشته آغاز شد. در جریان آن نمایندگان نهادهای گوناگون از جمله دستگاه اجرایی پرزیدنت، آژانسی مبارزه با فساد و آژانسی خدمت دولتی اشتراک کردند. نظامنامه طرز گذراندن اتستاتسیا گفتگی است که باید که جواب‌ها در مدت یک هفته یا که 3 شبانه روز باید که به کارمند رسانده شود، اما 1 ماه و 10 روز پس در جای کار به واسطه به ما گفتند که شما از کار آزاد هستید. در این پی برخی از کارمندان آزاد شده از وظیفه به دادگاه شکایت کرده از کار رانده شدنشان را به اساس خوانده بودند. بحث شفافیت اتستاتسیاها از مسئله‌هایی است که بارها مورد انتقاد تحلیلگران قرار گرفته است. آنها میگویند حتی در همین امتحان‌ها نیز سوء استفاده از مقام و قوم‌بازی صورت میگیرد. یکی از نامزدها به مقام رئیس جمهور بلاروس گفت مخالف تأسیس کشوری واحد با روسیه است، ولی خواست رابطه‌های خوب با مسکو نگاه داشته شود. تیخانوفسکایا ترجمان زبان انگلیسی است و بعد آن به سبقت وارد شد که رهبر او شوهرش سرگئی تیخانوفسکی ویدیو بلاگر شناخته در بلاروس دستگیر شد. بیننده ارجمند، اینجا رسیدیم به پایان برنامه اخبار آزادی. اخبار از این بیشتر را در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org میتوانید مطالعه کنید و در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب ببینید. فردا صبح بر وقت شما را با نویدهای تازه در نوید بامدادی منتظریم. تا آن دم خدا نگهدار شما.